تا حالا این حس رو تجربه کردی؟ داری از پیش یه دختر برمیگردی، مغزت میگه داش نخ میداد یا بازم دارم خیال بافی میکنم. اکثر پسرها این تجربه رو داشتن. قضیه این نیست که پسرها پرتنان، نه، پسرها همیشه دنبال نشونه‌های بزرگ و تابلو میگردن، ولی دخترها زیرپوستی عمل میکنن، علاقه‌شون رو خیلی بی سر و صدا و آروم نشون میدن. فقط باید بدونی دنبال چی بگردی. تو این ویدیو 7 نشونه بهت میگم که بفهمی دختری بهت پنهانی علاقه داره. خبر از حرفای چرت و پرت و افسانه‌های قدیمی هم نیست. فقط نقاطی که پشتوانه روانشناسی دارن رو بیان میکنیم. خیلی از پسرام از دستش میدن. بریم سراغ اصل مطلب. یه ذره بیشتر از معمول تو چشات نگاه میکنه. نه مثل فیلم‌های ترسناک که زل بزنه. نه، مثلا یه ثانیه بیشتر نگات میکنه. خیره میشه، شاید هم پوزخند بزنه و بعد روشو برگردونه. انگار نه انگار. اون لحظه الکی نیست. اینجور تماس چشمی باعث ترشح هورمون اکسیتوسین میشه که این هورمون هم باعث ایجاد ارتباط میشه. اگه چند بار این کارو کرد دیگه باید بفهمی یه خبراییه. دقت کردی وقتی تکیه میدی عقب اونم تکیه میده، یا گردنتو میخارونی 10 ثانیه بعد اونم گردنشو میخارونه؟ به این میگن آینه کاری. اتفاقی هم نیست. روش عجیب مغزه که بگه هی از این فاز خوشم میاد. بذار کپیش کنم. اگه سرعتش، مدل نشستنش، حرف زدنشو داره باهات هماهنگ میکنه، یعنی ناخودآگاه داره باهات سینک میشه. خب حالا بریم سراغ مورد بعدی. مورد کلاسیک. با موهاش بازی میکنه یا با گردنبندش ور میره. ولی هر دست زدن به موی نشانه علاقه نیستا. ممکنه سرش بخاره و بخواد دست به موهاش بزنه. اما اگه وقتی محو حرف زدن با شماست مدام این کارو بکنه، این یعنی رفتار آراستگی. ناخودآگاه داره سعی میکنه کسی که بهش علاقه داره رو جلوش آراسته به نظر بیاد. خلاصش این که بهت بگه علاقه داره. تا حالا دیدی با دوستاش بلند و شلوغ حرف میزنه اما با تو آروم یا حتی کمی شوخ و شیطون حرف میزنه؟ این اتفاقی نیست. آدما وقتی جذب کسی میشن تون صداشون رو عوض میکنن تا جذابتر، اشوه‌گرتر و حتی گیراتر بشن. این یکی خیلی مهمه. تماس فیزیکی بظاهر تصادفی که واقعا هم حس تصادفی بودن نداره. وقتی باهات حرف میزنه رو شونت. وقتی میخنده میزنه رو بازوت. وقتی کلی جا هست میاد نزدیک تو میشینه. اینا همه دعوتنامه های زیرپوستی هست. داره منطقه راحتی رو تست میکنه. و اگه تو خودتو عقب نکشی و رفتارهای عجیب نشون ندی، این باعث اعتماد و جذابیت بیشتر میشه. خب این یکی رو دست کم نگیر. اگه دختره چیزی رو که یه هفته پیش همینجوری گفتی یادش مونده، مثلا گفتی قرمه سبزی رو دوست داری یا چیز دیگه، این شانسی نیست. این حافظه از روی علاقه است. آدما چیزایی که براشون مهمه رو به خاطر میسپارن. این دیگه مرحله آخره. اگه دوستاشو دیدی، اونا اسمتو از قبل میدونستن یا سرگرمیاتو میدونستن، داشته در موردت حرف میزده. دخترها همینجوری آمار یه پسر رندومو به دوستاشون نمیدن. اینا یعنی این که جذابیت تو سطح بالایی داره. یکی از این نشانه ها رو اگه دیدی ممکنه اتفاقی باشه. 2 یا 3 تاشو دیدی یعنی این که یه خبراییه و همه‌شو دیدی یعنی این که دوستت داره.